السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان عزیز، آیا میدونین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از آنی که تکبیر احرام گفت الله اکبر گفت، یعنی وقتی قایم میشد در نماز کمی خاموش شد و ابو هریره رضی الله عنه بعد از آنی که نماز خواندن خلاص کردن آمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسان کرد یا رسول الله فداک امی و ابی، یعنی فدات پدر و مادرم، بعد از آنه که تکبیر گفتی کمی خاموش شدی، چه حکمت داشت و چه خاطر بود؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با ابو هریره فرمود که وقتی که من الله اکبر گفتم تکبیر احرام گفتم دعا کردم که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من خطایای كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود معنای دعا چنین است که من دعا کردم که پروردگارا اللهم باعد، پروردگارا دور بگردان من از خطایام چنان که مشرق از مغرب دور گرداندگی، یعنی گناه های مرا بیامرز ببخش. یعنی مطلب دعا همین است. و چی؟ اللهم نقینی، پروردگار من پاک بگردان از خطایام کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، چنان که ما لباس سفید رو از غیجی تازه میکنیم پروردگار ما رو همون گونه خطاهام و گناهامون رو بیامرز پاک بگردان، مثل که لباس سفید که غیجی او رو ما میریم میشویم تازه میکنیم معلوم میشه که شستگی پاک شدگی است، پروردگار گناه های ما رو همون گونه یعنی پاک بگردان. اللهم اغسل خطایا بالثلج والماء والبرد، میگه پروردگارا گناه های ما را بر مثل برف باره خنکی یخ بوش تازه بگردان تا اینکه ما از گناه پاک شیم. یعنی دعای رسول خدا صلی الله علیه وسلم پیش از آن که چیکار کنه سوره فاتحه را بخونه همین دعا را میکرد. چیکار میکرد؟ یعنی من امیر در اپیسانی میمونه در قفای ویدیو در آخرش میمونه سورت که دعا را ازیاد کنین اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. یعنی دعای رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایره هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم روایت میکنه. اگر که بخواهین این گونه یعنی طرز نماز خواندن رسول خدا صلی الله علیه وسلم چگونه نماز خواند و چه سوره ها را میخواند بسیارتر و در کدام نماز کدام سوره ها را میخواند و چون که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانین چگونه که مرا دیدین که من نماز خواندم. با مخاطب دوستان عزیز ما باید طبق گفته خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم باید ما عمل کنیم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم چی میگه در آیه قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله، اگر که شما دوست بدارین الله را فاتبعونی، الله میگه امرشان کن فاتبعونی، یعنی پیرو رسول خدا صلی الله علیه وسلم شیم یحببکم الله و یغفر لکم، الله شما را دوست میداره و گناه های شما را میآمرزه، گناه های شما را میبخشه. با مخاطر ما باید به گفته الله سبحانه و تعالی بکنیم و گفته رسول خدا صلی الله علیه وسلم باید ما و شما چو کنیم عبادت بکنیم، چون که تعلیم دادگی یعنی معلم ما و شما رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. با مخاطر ما چو کنیم باید بسیار صلوات بفرستیم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم. دوستان عزیز با دعا باشین ان شاء الله، یعنی همین گونه ویدیو ان شاء الله که بخواین ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم وقت های بیکاری را یعنی حرکت میکنیم که حداقل یگان چیز برای شما تعلیم بدهیم، هر اون چیزی که ما میدونیم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که بلغ عنی ولو آیه، از من برسانین حداقل یک آیت یک نشونه هر اون چیزی که میدونیم. خب دوستان عزیز با دعا باشین. السلام علیکم و